داداش تا آخر ویدیو همراه من باش، پشیمون نمیشی. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم که عالی باشین. من پارسال اسپارک هستم و خوش اومدین به یک ویدیو دیگه از کانال خودتون. عشقای داداش همین اول ویدیو لایک بکنید، کانال سابسکرایب کنید، اگه دلتون خواست زنگوله رو هم فعال کنید. بچه‌ها لطفاً تو نظرسنجی که این بالا براتون میذارم شرکت کنید و از اینجا به بعد ویدیو که دارم صحبت میکنم بگین که آقا خوشتون میاد من این به بعد اینجوری فعالیت کنم یا نه. قبل اینکه بریم سراغ سبک جدیدی که قراره از من ببینید، اینو بهتون بگم که از طرف مادری من اسمانی هستم. به تخمم، اینم داداشمه، به تخم اونم هست. خیلی بیادبی آمو، ولی ولش کن بچه‌ها، لایک و ساب فراموش نشه دا. ببینید اومدم اینجا این داداشمونو یام کردم، یه میس دادم، بعد اومدم یه شات بروکنی زدم، تق داداشم خفه. بعد اومدم گرفتم باز روی این یکی با 117 بابا پخت و پز بکنه. نگاه کن چه رنجیو میزنه، لامصب اصل لامصب. گرفتیم رو این دوباره دهنه اینو سرویس کردم. بعد اینجا گفتم فکر کردی زرنگی کور خوندی. اومدم اینجا دوباره نگاه کن مغز بازی زودتر این که این بیاد بیرون. اپیل تنهاییش ایمو گرفته بودم. این داداشمونم یه 2-3 باری منو مفر کرد. بعد گفتم بذار حاله تا بگیرم دادا. اینم با اسکوادش خیلی به من فوش دادم، ولی آخر سیک تیرشونو زدم لابی. ارزم به خدمت شما اینجا اومدم یه شات دیگه زدم، یه هوریدم، ولی خب بازم اینا رو هم دادم لابی. بچه‌ها اگه اینجا کردین لایک و ساب فراموش نشه، تو نظرسنجی هم شرکت کنید. فعلا بابای.